داستان الهام بخش یک قهرمان، یوسف جهانگیر، جوانی که نام خود را برای نخستین بار در تاریخ ورزش افغانستان در رقابت‌های همدلی کشورهای اسلامی با کسب مدال طلا ثبت کرد. محمد یوسف جهانگیر، رزمکار وزن منفی 75 کیلوگرمی افغانستان، با غلبه بر محمد علی از ترکیه نخستین طلای تاریخ افغانستان در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد. موفقیتی که تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه داستان استادگی، رنج و رسیدن از دل دشواری هاست. جهانگیر پیش از رسیدن به این مدال مسیری ساده ای نداشت. او در کابل یک کراچی کوچک دارد. سالها در کنار تمرینات سخت و محدود در جاده های شلوغ پایتخت کار کرده، دست فروشی کرده و میان دود و ازدحام و فشار زندگی روزانه رویای قهرمانی را زنده نگه داشته است. در رقابت‌های همبستگی او ابتدا نماینده عربستان را 2-1 شکست داد. رقابتی که پس از واگذاری راوند نخست بازگشتی دیدنیش در 2 راوند بعدی همراه شد. سپس در فینال مقابل ترکیه ایستاد و در اوج فشارها مسابقه بی‌نقصی ارائه داد و طلا را برای افغانستان ختم کرد. این قهرمانی یادآور تلاش بی‌وقفه ورزشکارانی است که با کمترین امکانات و شرایط بسیار سخت‌تر از رقبای آسیایی خود هنوز هم افغانستان را در جدول افتخارات سرپا نگه می‌دارند. پیروزی جهانگیر تنها یک مدال نیست، یک پیام است، پیامی که نشان می‌دهد در افغانستان قهرمان‌ها همیشه از سالن‌های مجهز بیرون نمی‌آیند. گاهی از دل خیابان‌های کابل، از کنار کراچی‌های کوچک، از خانه‌های خاکی و فرسوده و از میان روزهای سخت زندگی کسانی برخاستند که نام کشور را در میدان‌های بین المللی بلند کردند. این طلای تاریخی سنتی دیگری است که اینکه اراده حتی وقتی که امکانات نیست می تواند راه خودش را تا سکوهای قهرمانی پیدا کنند.